در میان آن بابا تنها کسی که پا پس نکشید کوروش نوجوان بود. اسبش را به سوی گرازهای خشمگین راند و بی آنکه ذره‌ای تردید در نگاهش پدیدار شود، کمان را از تکش بیرون کشید. تیری بواسا رها شد و در پهلوی یکی از گرازها نشست. حیوان زخمی به زمین افتاد و فریادی هولناک سر داد. دیگر گرازها برای لحظه‌ای مکث کردند و همین فرصت کافی بود تا شکارچیان و سربازان جرأت دوباره بیابند. آنان بر جانوران یورش بردند و نبردی سخت آغاز شد. در آن میان کوروش با دلاوری خود نه تنها جان خویش را پاس داشت، بلکه شماری از جوانان درباریان نیز از خطر نجات داد. او با خونسردی یکی از شاهزادگان ترسان را که در میان خارها گیر افتاده بود بیرون کشید و بر اسب خویش نشاند. صحنه‌ای که همه دیدند و در دل ستودند. آسیا که الدون ماجرا را مینگریست در ظاهر لبخندی از رضایت بر لب آورد، اما در نهان قلبش به لرزه افتاد. زمزمه‌ای در ذهنش میگفت این نوجوان همان که خوابیشون سالها پیش خبر داده بود. اگر چنین بماند روزی تاج و تخت مرا از چنگم خواهد ربود. پس از شکار آواده شجاعت کوروش در میان سپاهیان و خدمتکاران پیچید. سربازان جوان او را نه همچون یک شاهزاده متکبر بلکه مانند برادری بزرگتر دوست می داشتند. هرگاه در میدان تمرین یکی از آنان زمین می‌خورد یا از شدت خستگی از فم می‌افتاد، کوروش نخستین کسی بود که دست یاری دراز می‌کرد. گاه شب‌ها بیان که پروای مقام شاهزادگی داشته باشد، کنار آتش سپاهیان می‌نشست، از قصه‌های چوپانی کودکیش می‌گفت و با آنان نان و پنیر ساده می‌خورد. این رفتار برای شاهزادگان دیگر عجیب حتی خار کننده بود، اما برای مردمان عادی او را عزیزتر از همیشه می‌کرد. مردم می‌گفتند این جوان بوی دشت آسمان دارد، از جنس ماست، نه از جنس کاف‌نشینان مرغوب. رودی در حیات کاخ به ماجرایی ساده افتاد که اما نشانه‌ای بزرگ در خود داشت. دو پسر بچه، یکی از خاندان اشراف و دیگر فرزند یکی از خدمتکاران، بر سر لباسی نو با هم به نزاع افتادند. شاهزادگان و نگهبانان گرد هم آمدند تا ببینند چه پیش می‌آید. کوروش در میان جمع حاضر بود. با آرامش هر دو پسر را فراخواند. به سخنانشان گوش داد و سپس با صدایی رسا گفت لباس نو حق آن کسی است که سزاوارتر باشد، نه آن که قدرتی بیشتری دارد. او از پسر اشرفزاده پرسید چگونه به لباس دست یافته است. سپس از پسر خدمتکار نیز شنید که لباس در اصل از آن او بوده و دیگری به زور رو بوده است. کوروش بی‌پروا خواند لباس باید به صاحب اصلی بازگردد. شاهزادگان جوان با خشم فریاد زدند چگونه دورت می‌کنی بر ضد فرزند اشراف حکم دهی؟ اما کوروش بی‌اعتنا پاسخ داد اگر عدالت تنها برای نیرومندان باشد دیگر عدالت نیست. شاه باید نگهبان ضعیفان باشد. این سخن هرچند ساده در دل بسیاری از حاضران لرز انداخت. آسیاک اما در خلوت بیش از پیش برآشفت، زیرا میدید این نوجوان نه تنها دلها را با شجاعت می‌رباید بلکه با سخنانش پایه‌های قدرت ستمگرانه را می‌لرزاند. از آن پس شاه ما بر کوروش بیش از پیش سخت گرفت. استادان موظف شدند تمرین‌های توبت فرسا بر او تعمیم کنند. سواری در بیابان‌های خوش، تیراندازی در بادهای تند و مبارزه با پهلوانان کارآزموده. حتی گاه آسیاک او را به مأموریت‌هایی می‌فرستاد که برای نوجوانی همسن و سال او بسیار دشوار بود. اما کوروش هر بار با روحی سرشار از صبر و امید از پس کارها برمی‌آمد. شکست را نه مایه ننگ بلکه درسی تازه می‌دانست. اگر در مبارزه‌ای زمین می‌خورد با لبخندی برمی‌خاست و دوباره می‌کوشید. همه روحیه بود که دیگران را شگفت زده می‌کرد. سالها گذشت و کوروش نوجوانی را پشت سر گذاشت. کمبوجی پدرش او را به سرزمین پارس برد تا با ریشه‌های قومی خویش آشنا شود. دشت‌های پهناور پارس، کوه‌های سربرافراشته و رودهای زلال بر کوروش یادآور سالهای کودکی در کلبه چوبانی بود. مردم پارس ساده‌زیستی و سخت‌کوش بودند. آنان کوروش را چون فرزندی از خود پذیرفتند. او در کوهستان همراهشان به شکار می‌رفت، در کشتزارها به کار می‌پرداخت و در شب‌نشینی‌ها و آباده‌های محلی گوش می‌سپرد. هرچه بیشتر در میان آنان میزیست، بیشتر در میافت که نیروی واقعی یک شاه نه در زرق و زیبر کاخ‌ها بلکه در پیوند با مردم است. در همان ایام پیرمردی سالخورده، یکی از کاهنان باستانی،
در جایی به کوروش نزدیک شد. با صدای آرام گفت: جوان، تو را تفکیری بزرگ در پیش است. خوابها و پیشگویی‌ها سالهاست خبر از آمدنت می‌دهند. اما یادت باشد بزرگی تنها در شمشیر و قدرت نیست. هنوز نوجوان بود، اما رفتار و منش او نشان می‌داد که روزی به رهبری توانا تبدیل خواهد شد. زمزمه‌هایی در گوشه و کنار شنیده می‌شد. شاید این همان کسی است که باید ما را از چنگ آسیا رها کند. روزی آسیا بار دیگر فرصتی یافت تا کوروش را بیازماید. فرمان داد گروهی از جوانان درباری به همراه کوروش برای نگهبانی مرزهای شمالی روانه شوند، جایی که همواره خطر یورش اقوام بیابانگرد در کمین بود. در یکی از شب‌ها دشمنان به ناگاه حمله آوردند. جوانان درباری هراسان پراکنده شدند، اما کوروش پرچم را به دست گرفت و فریاد زد: فرار نکنی، اینجا جای ایستادگی است. هرگز به گریزد فردا شرمنده خود به خاندانش خواهد بود. سربازان جوان که صدای او را شنیدند بار دیگر گرد آمدند. با هدایت کوروش در برابر یورش دشمن مقاومت کردند و سرانجام آنان را به عقب راندند. پیروزی بزرگ نبود، اما نشان داد که کوروش حتی در نوجوانی توانایی رهبری در میدان جنگ دارد. اون شب پس از نبرد کوروش تنها بر بلندی ایستاد و به آسمان و پرستاره نگرید. نسیم سرد کوهستان بر چهره‌اش می‌بارید. در دل خود زمزمه کرد: اگر رود مردمی سرزمین را به آزادی و سربلندی برسانم، آن رود است که زندگیم معنا می‌یابد. من نه برای توجه، بلکه برای عدالت و آرامش مردمان باید بکوشم. این رویا بلد امپراتوری آینده را در دل نوجوانی ساده و مهربان کاشت.